أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی، بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما یک درس از کتاب العربیت بین یدیک گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس دوم را از درس‌های آموزش زبان قرآن و زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم که عربی بود، دوم درس عربی را برای شما برادران و خواهشمندان و خواهران و استفاده برندگان و درس گیرندگان پیشکش خواهیم کرد. پس میگذاریم امروز به درس دوممان. درس دوم ما و شما از اینجا شروع می شود و از صحیفه چهارم، هر کسی که در پیشش کتاب دارد صحیفه چهارم و کسانی که این ویدیو را می بینند، پس از اینجا شروع میکنیم درس امروزه را. پس در اینجا نوشته شده است که الوحدتو، یعنی که وحدت یکم، یعنی که بخش و قسم یکم. این بخش یکم حالی چند درس های ما و شما دوام دارد. التحیت و التعارف. تحیه چطور گفتیم که سلام کردن و تعارف و شناسایی کردن و معرفی کردن. درس گذشته اینها را بیان کردیم. الدرس ثانی، درس دوم، این رقم 2 هست، یعنی که ما و شما امروز در درس دوم قرار داریم. پس میگذاریم به حوار، به موضوع درس. در اینجا میگه الحوار الثانی، الحوار الثانی، حواری دوم، یعنی گفتگوی دوم. درس گذشته ما و شما حوار یکم را گرفته بودیم و این درس حوار دوم و گفتگوی دوم را میگیریم. و الف یعنی در اینجا قسم یکم از گفتگوی دوم هست. پس این کلمه را همچنین درس گذشته ما و شما گفته بودیم. انظر و استمع و اعد، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس در این حوار، در این گفتگو، محمد همراه شریف صحبت میکند، یعنی که دو انسان، یکیش محمد هست، این دو کس صحبت میکنن، یکیش محمد نام دارن، یکیش شریف. پس محمد میگوید که السلام علیکم، شریف میگوید و علیکم السلام، جوابش داد. این را همچنین درس گذشته تفسیر کردیم، درس گذشته ترجمه کردیم و بیان کردیم و این درس بیان و ترجمهش نمی کنیم. محمد میگوید من این انت، من این انت، از کجا هستی تو؟ من معنایش از، این کجا، انت درس گذشته هم گفته بودیم که انت یعنی که تو برای مرد، انتی شد تو برای زن. من این انت، از کجا هستی تو؟ شریف میگوید انا من پاکستان، شریف میگوید من از پاکستان هستم. انا من، من از پاکستان یعنی که پاکستان، میگوید من از پاکستان هستم. و ما شما تاجیکا اگر یگان عرب بپرسد که من این انت، ما شما میگیم که انا من تاجیکستان. جای پاکستان و تاجیکستان رو میگیم انا من تاجیکستان. یا مردم روس باشد اگر میگوید انا من روسیا، یا ازبک باشد انا من ازبکستان. خلاصه که در اینجا دولتی که هستی اونجا را ذکر میکنی. این را همچون مثال برای تعلیم گرفتن، برای یاد گرفتن پاکستان رو ذکر کرد. پس محمد میگوید هل انت پاکستانیون، آیا تو پاکستانی هستی؟ هل آیا یعنی که سوال هست، آیا، انت تو پاکستانیون پاکستانی هستی؟ پس ما شما را اگر اون کس بپرسد هل انت تاجیکستانی، گفته میپرسد. یا اون کس اگر که ما بپرسیم میپرسیم که هل انت ازبکی یا هل انت روسی،
و هل انت مصری، خلاصه هر دولتی که هست در جای این پاکستان میتونیم همراه کنیم و از مقابلمان و در روبرومون کسی هست از اون سوال کنیم و پرسان شویم. پس شریف میگه نعم. نعم یعنی که بله، آره، ها یعنی که بله پاکستانی هست. یعنی انا پاکستانیون، میگه من پاکستانی هستم. و ما جنسیتک انت. پس شریف محمد رو میپرسد که و ما جنسیتک انت، یعنی که تو را ملت چیست؟ جنسیتک یعنی ملتی تو یا تابعیتی تو، یعنی تابعیتی کدام دولت هستی. ما جنسیتک انت، جنسیتی تو یا ملتی تو یا تابعیتی تو کجاست، چیست؟ ما درس گذاشته هم گفتیم که چیست. پس محمد میگوید که محمد جواب میدهد که انا ترکیون، میگه من ترکی هستم، یعنی که از ترکیه هستم. انا ترکیون، من از ترکیه هستم. پس ما شما تاجیکا باشیم در جواب میگوییم که انا تاجیکیون، انا تاجیکیون. یا ازبک باشد انا ازبکیون، یا روس باشد انا روسیون. پس در اینجا میگه انا من ترکیه، این طور هم جایز است بگیم که انا من ترکیه، یعنی که من از ترکیه هستم. پس ما شما میتونیم بگیم که انا من تاجیکستان، جای ترکیه در تاجیکستان همراه میکنیم، یعنی که من از تاجیکستان هستم. یا انا من روسیه، من از روسیه هستم. و خلاصه هر دوش هم جایز است. میشه بگیم که انا ترکیون با تاجیکی خودمان، یعنی که اگر تاجیکا ما و شما را اگر پرسان شد میگیم که انا تاجیکیون، یا میشه بگیم که انا من تاجیکستان. هر دی جواب ها صحیح و درست می باشند. پس شریف میگه که اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی که اصل کلمه طولانی هستین، اصل معناش این هست که جئت اهلک یا نزلت اهلک. اهلا معناش جئت اهلک، یعنی که آمدی خانه خودت و مثل خانه خودت باش. یا نزلت اهلک یعنی که آمدی نزد اهل خودت. اهلا معناش همین است. اهلا یعنی که خانه خودت، آمدی خانه خودت. و سهلا باشد، سهلا معنایش بسهولتین، یعنی که به آسانی آمدی، یعنی که الله مشکلای سفرت یا مشکلای راه آمدت را برطرف کند و دور کند. یا می شود که جلست سهلا، یعنی که نشستی آسانی قتی، به آسانی آمدی و رسیدی. پس این خلاصه این معنا اهلا و سهلا در تاجیکی ما شما میگیم خوش آمدید. اهلا و سهلا خلاصه اش به تاجیکی می شود خوش آمدید، اما خودش کلمه چطور رو گفتیم طولانی هست. پس این بود حواری یکم. حوار یکم این هست. پس در اینجا ما باید دو چیز را کسی که کتاب داره در پیش دو چیز را نوشته بکند. در اینجا جای پاکستان در جای پاکستان میشه تاجیکستان خودتون نوشته کنید به خاطر یاد گرفتنتون. پاکستانی در میشه تاجیکی خودتون در اینجا نوشته بکنید. ترکی یا ترکیا اینش مهم نیست، زیرا که در اینجا هر چی که نوشتید پس در اینجا میتوانید که شما خودتون صحیح و سالم و درستش بکنید. پس میگذاریم به دوام این صحیفه. در دوام این صحیفه میگوید که الحوار الثانی، یعنی که گفتگوی دوم، به دوم میشود. میگوید انظر و استمع و اعد، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. درس گذشته را بیان کردیم. اینجا در این گفتگو مریم با زینب گفتگو میکند. این دو زن که با دیگر گفتگو دارن، یکیش مریم نام دارد و دیگرش زینب، نامی زنانه هستند، یعنی که دو زن صحبت دارد. پس مریم میگوید السلام علیکم، زینب در جوابش میگوید و علیکم السلام. پس مریم سوال میکند من این انتی، از کجا هستی تو؟ من از، این کجا، انتی تو. تو انتی چطور درس گذاشتم بیان کردیم، باز یک بار دیگه براتون تکرار شود که انتی خطاب برای زن هست، یعنی که از زن وقتی خطاب کی کردی، اشاره کی کردی، انتی گفته اشاره میکنی و خطابش میکنی. من این انتی یعنی که از کجا هستی تو زن. اگر زن پرسیده میگه من این انتی، اگر مرد باشد میگه من این انت، انت برای مرد است. پس زینب میگه انا من مصر،
زینب میگوید من از مصر هستم، انا من مصر. اگر که رفت و تاجیکا باشند در جواب باید بگن که انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان هستم. مریم باز سوال میکند هل انتی مصریتون، آیا تو مصری هستی؟ هل آیا انتی تو، خطاب برای زن، مصریتون یعنی که مردم مصر، زنانه. اگر که مرد باشد مصریون، چطوری که در حوار یکم در ما شما خوندیم که باکستانی، باکستانی مرد را پرسیده میشد، یا مصری نمی تی آخرش که هست همین تی را که نموندیم خطاب برای مرد می شود. اگر همین تی را که موندیم خطاب برای زن می شود. پس می شود ما در اینجا ما شما باید بنویسیم که هل انتی تاجیکیتون، زن باشد تاجیکیتون می شود، اگر مرد باشد تاجیکیون می شود. بدون تی نمی تی تانیس را علامت معنیس بودن را نمی گذاریم در مردانه، در زنانه همین را می گذاریم. می شود فرق بین مرد و زن، یعنی که تاجیکی خطاب برای مرد، تاجیکیتون خطاب برای زن. پس زینب میگوید نعم انا مصریتون، زینب میگوید بله من مصری هستم، من مصری هستم. زن بود برای خاطر مصریتون گفت. اگر مرد میشید میگفت انا مصریون، یا ما شما تاجیکا اگر مرد باشه میگوید انا تاجیکیون، زن باشه میگوید انا تاجیکیتون. و ما جنسیتکی انتی، و ما جنسیتکی انتی یعنی که و چیست ملتی تو، و چیست ملتی تو، یا که تابعیتی تو، یعنی که مقیم بگیم جنسیت کدام دولت را داری، در کدام دولت زندگی میکنی و اصلی با امروز بگیم پاسپورت آن دولت را داری. و ما جنسیت کی انتی خطاب گفتیم برای زن هست، زنان که کی زنانه بود و انتی همچنین زنانه هست. مردانه باشد و ما جنسیت که در اینجا حرکت از بالا میمونیم، انتر هم همچنین حرکت از بالا میمونیم، پس میشود مردانه. پس مردانه و زنانه در اینجا جنسیت کی انتی فرق در همین هست. مریم میگوید که انا سوریتون، مریم میگوید من از سوریه هستم، انا سوریتون. سوریه یعنی که از سوریه دولت شام. پس میشود در اینجا مردانه باشد میگوید انا سوریون، تاجیک باشد میگوید انا تاجیکی، مردانه تاجیکیتون، زنانه انا تاجیکیتون. یا میشود بگوید انا من سوریه یعنی که من از سوریه هستم، یا میشود بگوید که انا من تاجیکستان و همچنین میشه بگه که انا تاجیکیتون. هر دوشان صحیح و درست است. فقط در زنانه نمی یک تیرا همراه میکنیم میشود زنانه، همین تیرا که گرفتیم میشود مردانه، خطاب برای مرد است. پس زینب میگوید اهلا و سهلا یعنی که خوش آمدیدش میگوید، چطوری که این را بیان کردیم و با تفصیل در برش صحبت کردیم. میگذاریم به ورق دیگر. در ورق دیگر در صفحه 5 این میگوید که الوحدتو یعنی که بخش یکم، التحیت و التعارف یعنی که سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس ثانی یعنی که درسی دوم، این دو هست. المفردات کلمه ها را برای ما و شما میارد. العرض، عرض یعنی که پیشنهاد کردن و پیشکش کردن یا تقدیم کردن و به نمایش نشان دادن. انظر و استمع و اعید، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس در اینجا میارد میگوید که ما جنسیتو که، ما جنسیتو کی. پس فرق بین مردانه و زنانه در اینجا عیان شد، آشکار شد. ما جنسیتو که مرد را میپرسی، ما جنسیتو کی زن را میپرسی، یعنی جنسیتی تو چی است، ملتی تو چی است، یا تابعیتی کدام دولت هستی. انا من، انا من. پس زن و مرد انا را یک نمود میگوید، فرق نیست، متکلم فرق نمی کند، یعنی که انا من، مرد میگوید انا، زنم باشد میگوید انا. پس اینجا نام های دولت ها هست، یعنی که پاکستان، ترکیه، مصر، سوریه، یعنی این نام های دولت ها ذکر شدگی هست. و میشه در اینجا ما شما تاجیکستان رو همراه کنیم که ما شما تاجیک هستیم و هر کسی که از ما شما پرسان شد پس ما باید تاجیکستان رو بدانیم. در بین این 4 دولت تاجیکستان رو همراه میکنیم که ما تاجیک هستیم. بگذاریم بعد دوام این صحبت ها. پس پاکستانیون یعنی که اگر که ما از پاکستان باشیم پس میگیم که پاکستانی، یعنی که ببین پاکستان
وقتی بگه که من از پاکستان هستم میگه پاکستانی. ترکیه، کسی از ترکیه باشد میگه انا ترکی، یعنی که من از ترکیه هستم. ترکیه باشی میگه انا ترکی. مصر باشی، مصر میگه که انا مصری. اینجا زنی که هست برای این خاطر مصریتون که تیره قش کرد. سوریه باشد میگه انا سوریتون، زنانه هست. پس در این همچنین اگر ما تیره قش کنیم پاکستانیتون کردیم، یک نمی تیره در آخری همین پاکستان همراه که کردیم میشود زنانه. یا ترکی یا تیره همراه که کردیم رنگی به مثل این تیره همراه کردیم در بعد همین یا میشود زنانه. یا همین تیره که گرفتیم از مصریتون، همین تیشه که گرفتیم میشود مردانه. از سوریتون یعنی همین تیشه که گرفتیم میشود مردانه. فقط در مرد و زنانه فرقیت چی بوده است در همین ت در نامه ها. پس در اینجا میشم و شما در بین تاجیکستان رو همراه میکنیم. در اینجا گویا که تاجیکستان هست. در اینجا می نویسیم که انا تاجیکی برای مرد، یعنی که تاجیکی یعنی که تاجیکستانی. و در تاش می نویسیم که تاجیکیتون، یعنی که تاجیکستانی زنانه، یعنی که زن از تاجیکستان هست. پس این بود نام های دولت ها. پس در اینجا برای ما شما مشق پیشنهاد میکنند. میگه تدریب. تدریب چطوری که درس گذشته هم بیان کردیم معنای تدریب چی بود؟ مشق، یعنی که برای فهمیدن. میگه سیل بین الکلمتی و صورت المناسبتی. سیل درس گذشته هم بیان کردیم معناش بچسبان. بچسبان یعنی که از این جا به اینجا خط بکش، یعنی که از همین 4 نقطه‌ای که می‌بینی بین صورت و نام دولت، نام این خریطه‌ای که است بین این 4 تا نقطه را دیدی، بین همین نقطه‌ها خط بکش. پس این کار کردنشون وظیفه شما هست. سیل بین الکلمتی یعنی که بچسبون بین کلمه و صورتی و سوره. بین این کلمه و صورت بچسبون یا بین این کلمه و صورت بچسبون که همین کدامش در توری میآید. المناسبت یعنی که مناسب باشد، یعنی موافق باشد. نمیشد که هر کدامش در فورد این کشیدن بگیرید، بلکه باید جوابتون صحیح باشد. باید جوابتون درست باشد تا اینکه خطا نکنید یا درست فهمیده باشید. پس میتونید که درست جواب بدید. پس یه بار این کلمه را میخونیم: پاکستان، پاکستان، پاکستانی، مصر، مصری، و سوریه و سوری، ترکیه و ترکی. بله، این بود درس امروزه ما و شما از کتاب العربیت بین یدیک و درس دوم را در اینجا به پایان میرسانیم و یکایک شما از بینندگان و شنوندگان محترم، بالخصوص کسانی که خواهشمند زبان عربی بودند و هستند، از شما خواهش میکنیم که این درس ها را با جدی بنویسید و بسیار بنویسید و حفظ بکنید به مثل نام هایتان. زیرا اینکه هر کجایی که وقتی که شما را سوال میکنن، وقتی که این کلمات را استفاده میبرن، باید شما بفهمید و بدانید و جواب داده بتوانید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و الله تبارک و تعالی شما بینندگان و شنوندگان و استفاده برندگان درس های عربی و دیگر درس هایی که برای شما پیشنهاد میکنیم استفاده میبرید. الله سبحانه و تعالی برکتتون بدهد و طالب علم های حقیقیتون بگرداند و آن درجه و بزرگی که برای طالب علم هست و برای طلب کننده علم شرعی هست، الله سبحانه و تعالی برای شما هم آن طلب کردن آن درجه و فضیلت و بزرگی را نصیب بگرداند. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.